بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هناك ما درسي خضره از تفسیر دوام میدهیم به نام تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان از آن شیخ علامه عبدالرحمن بن ناصری سعدی. الله سبحانه و تعالی این کس را رحمت کرده باشد و مغفرت کرده باشد. الله سبحانه و تعالی می فرماید بعد از ذکر کردن صفتهای مؤمنهای واقعی حقیقی، اکنون ذکر میکند صفتهای کفار را که ویها کفرشون آشکارا و سرکشانه چیکار میکنن؟ اظهار میکنن. فهمیدید؟ نسبتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایشان سرپیچی میکردن. میفرماید فقال ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: يخبر تعالى أن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ إنهم مستمرون على كفرهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خب، صاحب تفسیر میفرماید یخبر تعالی ان الذين كفروا، الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه خبر داده است که کسانی که کافر شدن، هر آینه کسانی که کافر شدن، یعنی کافر شدن به کدوم معنا؟ اتصفوا بالکفر، یعنی وصفی یا که صفت کفر را به خود گرفتن. وانصبغوا به، این صبغه اساسا از کلمه رنگ، از کلمه رنگ، صبغ گفته رنگ آلود کردن میگن. خیلی که الله تعالی میفرماد که صبغت الله، و به کفر خود را رنگ آلود کردن. رنگ یک چیزی است که یک داغی هسته که آخر در لباس سفید رسد داغدار میشد که همه خلاصه کفر به خود چنان داغدار گرفتن که دیدگی آدم میدوند که اینا چی هستند؟ کافرند. دیدگی آدم میبیند که همین لباس سفید رنگ آلود است، کدام رنگی که نباشد، بالخصوص رنگ سیاه. وانصبغوا به، یعنی به کفر خود را رنگ آلود کردن. وصار وصفا لهم لازمه، و در نتیجه چنان خود را به کفر رنگ آلود کردن که این رنگ یا که گویم این کفر برایشان یک صفتی لازمه شد، یک صفتی لازم گیرنده که از اینها جدا نشونده. کجا که هستن اونها کفر همراه ویست. اینه میگون که صفتی لازم. لا یردعهم عنه رادع، ایشان چنان با کفر متصف شدن که یگان بازدارنده نیست که ویها را باز دارد. یگان بازدارنده نیست که ویها را چکار کند؟ از کفر باز دارد. ولا ینجع فیهم وعظ، یگان وعظ و یگان پند و نصیحت در ایشان سود و فایده نمی بخشد. لا ینجع لا ینفع فیهم وعظ. چرا؟ انهم مستمرون علی کفرهم، ایشان در کفرشان مستمر هستند، بر دوام هستند. فسواء علیهم، هرچند یعنی که مثال منافقها مستمر نیستند در کفرشان، همراه کافرها کافرند و همراه مؤمنها ظاهرا چی؟ خودشان مؤمن میگیرند. اما کافرها باشند انهم مستمرون علی کفرهم، دوام دهنده هستند بر کفرشان. فسواء علیهم انذرتهم، یکسان است به ایشان خواه تو ویها را بیم کنانی، ام لم تنذرهم، یا بیم نکنانی اونها را، ترسانی لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. شیخ می فرماید و حقیقت الکفر هو الجحود،
هو الجحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقیقت کفر چیست؟ یعنی که معنای کفر چیست؟ کفر این انکار کردن آن چیزی است که وی را رسول صلی الله علیه و سلم آورده است و یا کلاً کافر میشوند، او جحد بعضه، یا که پاره از آورده پیغمبر چیکار میکنن؟ ناباوری انکار میکنن. فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة الا اقامة الحجة. به ایشان یگان دعوت فایده و سود نمی بخشد مگر برپا کردن حجت. فهمیدید؟ فقط یعنی که بالایشون حجت برپا میشد و خلاص. همه قیمشت که مثال گیریم در روز قیامت دیگه یگان جای سرپیچی گویم، یگان جای گریز و نمیدانمش نمیشه، چرا که به اونها حجت قائم شده است. وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إيمانهم. همین آیت خواندگی آدم همین طور میفهمد که گویا که در همین سخن یک طمع پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ایمانشون قطع میگرداند. یعنی امیدت را، طمعت را از ایمان ویها کنده کن که ویها ایمان نمیبرند. انذرتهم ام لم تنذرهم. هم خلاصه امید نکن، این از چی شده؟ قطع شده نسبتی طمع پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ایمانشون. و انک لا تأس علیهم، و نباید که تو نسبتی اونها غمگین شوی. لا تأس علیهم یعنی به حال این کافرها تو غمگین مشو. ولا تذهب نفسك علیهم حسرات، تو یعنی که با نفس خود به اینها حسرت مبر، یعنی که حسرت و افسوس نخور. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال. بعد از آن الله سبحانه و تعالی ذکر میکند در آیتی بعدینه چی مانع است که ویها را باز می‌دارد از ایمان آوردن. یعنی کدام مانع است؟ چی مانع است که در گوش ویها پند نمی‌دارد، ویها پند نمی‌بینند، یا که گویم حق نمی‌بینند، در گوششان حق داخل نمی‌شود، در قلبشان حقیقت فهمان نمی‌شود، ایمان فهمان نمی‌شود. کدام مانع است؟ الله سبحانه و تعالی ذکر می‌کند همون مانع‌هایی که ویها را منع می‌کند از ایمان آوردن. فقال، گفت ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. انا همین مانع بوده است. الله سبحانه و تعالی به قلب ایشان ختم زده است، مهر زده است، و به شنوایی به گوش‌های ایشان مهر زده است. ای طبع علیها بطابع لا يدخلها الایمان. الله سبحانه و تعالی در سینه‌های ایشان با یک مهر نهاده است که در این قلب‌ها دیگه ایمان داخل نمی شود. ولا ينفذ فيها یعنی که در این قلب‌ها چی و یگون یعنی که ایمان داخل نمی شود. لا ينفذ یعنی سوراخ کرده نمی‌داره. فلا يعون ما ينفعهم یعنی اون چیزی که به آنها نفع میبخشد، فایده میبخشد. لا يعون یعنی وعا فهمیدن نمیفهمند. ولا يسمعون ما يفيدهم اون چیزی که به ایشان سود و فایده میبخشد وی هم وی رو نیست چیکار نمیکنه. لا يسمعون شنیدن نمیتوانند. برای چی؟ برای خاطر آن که در قلبشان و در گوششان الله سبحانه و تعالی مهر نهاده است. و علی ابصارهم غشاوه و بر دیده های ایشان پرده است. ای غشاء و غطاء و اکنه تمنعها من النظر الذي ينفعهم. این غشا و مثال گیریم غطاء و اکنه اینو همه به معنای پرده می باشند. فهمیده؟ یعنی بالای دیده های ایشاننده الله سبحانه و تعالی یا که گویم دیده های اونها را پرده پوش کرده است که این پرده ها تمنعها چشمان ایشان منع میکند از نگاه کردن که یا که از نگاه کردن به همون چیزی که به ایشان سود میبخشد. هر چی که فایده اونها است وی دیده نمیتوانند. و هذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم. انا همین راههای علم و راههای خیر به ایشان بسته شده است. یعنی راه خیر، راه نیک، راه علم به ایشان صد یعنی محکم شده است. فلا مطمع فيهم
دیگر در ویها یگان طمع هم ماندگی نیست، یگان امید هم نیست. ولا خیر یرجع عندهم، در نزد ویها یگان خیر نیست که امید بسته شود. و انما منعوا ذلك، ایشان را از این خیر و از این یا که گم طمع منع کرده شده است یا که محروم کرده شده است. و سدت عنهم ابواب الایمان، درهای ایشان از ایشان یا که گم درهای ایمان را از اونها باز داشته شده است، منع کرده شده است. به کدام سبب؟ بسبب کفرهم و جحودهم و معاندتهم. نه، به سبب کفرشان و به سبب انکار کردنشان و به سبب چه؟ معاندتهم، یعنی سرپیچی کردنشان، گردن شخی کردنشان. بعد ما تبین لهم الحق، بعد از آن که برایشان حقیقت هویدا شد، روشن شد. کما قال تعالی، چه خیلی که الله تعالی گفته است، چه خیلی که الله تعالی گفته است، چی گفته است؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، یعنی که ما قلب‌های ایشان را چپه میکنیم، دیده‌های ایشان را چپه میکنیم. معنی چپه کردن چی است؟ قلبشون رو کار میکنیم که نمیفهمند، دیده‌هاشون رو کار میکنیم که نمیبینن حقیقت. كما لم يؤمنوا به اول مره، چون که در بار اول ایشان، در مد اول ایشان ایمان نآوردند. و هذا عقاب عاجل، این عذابی چیز میگن تیز، یعنی که عذابی تیز گفته، یعنی که در همین دنیا با چنین مصیبت ایشان گرفتار کرده شده است. ثم ذکر العقاب الآجل، بعد از آن الله سبحانه و تعالی ذکر میکند با سرزنشی آینده را، یعنی که در قیامت ایشان حالشان چی میشود. فقال، گفت ولهم عذاب عظیم، برایشان عذابی بزرگ است. و هو عذاب النار، ورد از عذابی بزرگ یعنی که عذابی دوزخ است. و سخط الجبار، و غضب الله است که او جبار است. المستمر الدائم، این عذابی دوزخ، این عذابی بزرگ دائمی است برایشان و مستمر است، بردوام است. ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الاسلام و باطنهم الكفر. بعد از ذکر کردن صفاتهای کفار، الله سبحانه و تعالی میفرماید در شأن وصف منافقها، یا که بگیم در باره صفت منافقهایی که در ظاهر میبینید اسلام است و در باطن کفر است. یعنی منافق کسانی میگن که ظاهرشان اسلام است و درونشان کفر است. میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. صاحب تفسیر میفرماید واعلم ان النفاق هو اظهار الخير و ابطان الشر. این تفسیر چی می باشد؟ تفسیر نفاق، درویگی. و بدان نفاق این اظهار کردن خیر است و رسو کردن شر است. یعنی در ظاهر نشون میدهند خیره ولی در باطن چی دارن؟ شر دارن. چخیلی که این تاکتیک و متدی که اسلوب حزبی ها همین است. تمام حزبی ها، خواه حزب نهضت باشد، خواه حزب تحریر باشد، خواه جماعی تبلیغ باشد، ظاهرا چنان خودشون یعنی که مربازی و چنان یعنی که زبان شیرینی میکنن، لیکن مادامی که شما در حزبشون نیستید، البته نسبت شما در قلب در سینه چی دارن؟ یک شری پوشیده دارن. ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. در این تعریف، یعنی در تعریفی که منافق صفتش چی بوده است؟ در ظاهر اسلام است و در باطن کفر است. این خواه نفاق اعتقادی باشد، خواه نفاق عملی. بعضی انسان است که از روی اعتقادش منافقه، بعضی انسان است که عملاش، یعنی که از همه خطرناکش کدومه؟ نفاق اعتقادی می باشد. نفاق اعتقادی. خب اما اون نفاق عملی در مؤمنان هم هست، در مؤمنان هم هست. كالذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله آية المنافق ثلاث. مانند همون یعنی که گویم نفاق عملیه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد این ذکر میکند. این حدیث از ابو هریره
رضی الله عنه روایت میکنند، حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است و دیگرها گفته است در قول خود که آیت المنافق ثلاث، نشانه منافق سه است، یعنی منافق سه تا علامت دارد. اذا حدث کذب، وقتی که گپ زند دروغ میگوید، منش خیلی کمی گفتم که یعنی کار حزبی ها گپ زدگیش دروغ است. و اذا وعد اخلف، وعده کند خلاف میکند. و اذا اؤتمن خان، اگر به ایشان امانت داده شود خیانت میکند. و فی روایت، در دیگر روایت اومده است، اینم صحیح است، و اذا خاصم فجر، اگر جنگ کردنی شود عداوت کند، خیلی هم از حد گذری میکند. یعنی که بس چیکار میکنه؟ وقتی که حزبی ها امین هستند، وقتی که زورشون به دلیل نمیرسد، دلیل از قرآن و حدیث پیشنهاد کردن نمیتوانند، و به طعنه میگذارند. یعنی اکثر همه حزبی ها رو بینه دیگر وقتی که در اوگل زگنتش میکنه، خیلی که میگویند، یعنی که در اوگل در کنج خانه که به تنگش میبرد دیگه از دلیل میموند، از نه دلیل قرآن میدن نه دلیل حدیثه، بس چیکار مجبور میشود و چیکار کنند؟ به طعنه و به دیگه کار گذاشتن. و اما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها. اما اون نفاق درویگی اعتقادی که وی انسان یا که شخص را از دایره اسلام میبرد، در نتیجه کافر میشود، منافقی واقعی میشود، و همون رو میگون که الله سبحانه و تعالی با اون یعنی که وصف کرده است منافق ها را در این سوره و در غیر این سوره، در دیگر سوره ها. ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر. شیخ میفرماید که نفاق این درویگی وجود نداشته بود اساساً پیش از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حالی از مکه به مدینه هجرت نکرد، حالی هجرت کردگی نبود، این درویگی نبود و بعد از هجرت هم نبود تا یعنی که جنگی بدر، تا جنگی بدر نبود. و اظهر الله المؤمنین و عزهم، در نتیجه الله سبحانه و تعالی مؤمن ها را غالب گردانید و ایشان را سربلند و عزیز گردانید. فذل من فی المدینه ممن لم یسلم، کسانی که در مدینه بودن و از شخصانی که اسلام قبول نکردن و یا چی شدن؟ ذل، خار شدن، ذلیل شدن، پس شدن، تحقیر شدن. فاظهر الاسلام بعضهم خوفا و مخادعه، مجبور شدن بعضیشون چیکار کنن؟ از روی ترس، از روی فریب اسلام اظهار کنن. ولتحقن دمائهم، یا که ولتحقن دماؤهم، برای خاطر خونهاشون نگه داشتن، و تسلم اموالهم، برای خاطر مال و ملکشون سلامت موندن. فکانوا بین اظهر المسلمین فی الظاهر انهم منهم، بس اون کسانی که در پیش مسلمان ها بودن در ظاهر چیکار کردن؟ اظهار کردن اسلام، در ظاهر چیکار کردن؟ اسلام اظهار کردن که انهم منهم، گویا که وایها از جمله مسلمان ها باشند. برای خاطر چی؟ برای خاطر خونشون نریزد، فهمیده؟ برای خاطر اینکه مالشون نگیرن. و فی الحقیقت لیس منهم، اما از روی حقیقت و حقانیت گیریم در واقع وایها از مؤمن ها نبودن. فمن لطف الله بالمؤمنین انجل احوالهم و وصفهم، یکی و وصفهم باوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا ايضا عن كثير من فجورهم. خب اکنون میگود این هم یکی از لطف، مرحمت و مهربانی الله است نسبت مؤمن ها که حال وایها را چیکار کرد؟ روشنی انداخت. جلا یعنی که حال و احوال منافق را الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ آشکار کرد و اونها را با صفتهای وصفشان کرد که یتمیزون بها، از دیگرها به سبب این و که به طفیل این وصفها فرق میکنند. برای چی الله سبحانه و تعالی این خلق کرد؟ لئلا یغتر بهم المؤمنون، تا اینکه مؤمنها چیکار نکنند؟ به ویها مغرور نشوند، فریفته نشوند، در دام منافقان نافتند. گفته الله تعالی صفتهای ویا را ذکر کرد و نشون داد. مثال گیریم تا که میگه در پیش شما میگه که من همراه شما هستم، من بعضش میگه که من حزب رامدگی هستم، بار بازی میکنن، من یعنی همراه شما هستم. و یک برادری با معتمدی ما میگه که نه وقتی حزبی ها، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم المرء مع من احبه،
یعنی انسان با همراهی دوستان خودش میباشد. یعنی خواهی که فهمی یک کس اعتقادش چخیل است، اهل سنت است یا که اهل بدعت، میبینیدش اگر همنشین به اهل بدعت باشه اهل بدعت است، اگر همنشین به اهل سنت باشه اهل سنت گفتن میگیریم. هم خلاص هیچ ممکن نیست یک کس میگوید که من اهل سنت و جماعت هستم میگوید به اهل بدعت میشینه، به حزبی ها میشینه. هیچ ممکن نیست. اینا درویگی میگوین، اینا منافقی میگوین. ولی ینقمع الله سبحانه و تعالی به مؤمن ها چیکار کرد؟ لطف کرد و حال و احوال وایها را روشنی انداخت و وایها را با صفات های وصف کرد که به این صفات ها ایشان فرق میکنند تا اینکه مؤمن ها با وایها فریفته نشوند گفته. ولی ینقمع ایضا و همچنین این منافق ها چی شوند؟ به تنگ بیایند، یعنی گلوگیر شوند گفته. این قمع ینقمع به معنای گلوگیر شدن، یک چیزی که در گلو رس میموند کو، تا اینکه این منافقها گلوگیر شوند از بسیاری از کارهای فجورشان، از بسیاری از کارهای بدشان گفته. فهمیده؟ برای همین وقتی که صفاتش که همون منافقا را در وقتی منافقی کردنش، در وقتی دروغ گفتنش دستگیرش میکنه، دیده دیگه جای گریز ندارد، گلوگیر میشود. فهمیده؟ در گلوش میماند، دیگه گپ حرفش چپ سر میبره. الله سبحانه و تعالی میفرماید و يحذر الله سبحانه و تعالی میفرماید که يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. یعنی الله چه؟ يحذر المنافقون، منافقون میترسند، حذر دارند که مبادا در شأن وحی یگون سوره نازل نشود که تنبئهم بما فی قلوبهم، در قلبشان بودگی چیزه اون سوره چیکار کند؟ برای مؤمنها خبردار میکند. دویم یعنی که چیکار میکردن؟ منافقان میترسیدن که این یگون سوره مبادا نازل نشود که در قلبشان بودگی چیزه بعد چیکار کند؟ برای مؤمنها آشکار کند. چخیلی که در این سوره چیکار کرد؟ الله تعالی خبری ویها را، وصفی ویها را در قلبشان بودگی کفر اظهار کرد. فوصفهم الله باصل النفاق. الله سبحانه و تعالی ویها را وصف کرد با اصل نفاق. گفت و من الناس من یقول آمنا بالله. اصل نفاق دیدید؟ چون که اصل ایمان چیه؟ ایمانی به الله هم خلاصه و ایمانی به روز آخر. ویها چیکار کرد؟ اصل کفرشون رو بینه، اصل نفاق و دروغیشون رو بینه که الله تعالی میفرماید در شأن ویها و من الناس من یقول آمنا بالله. از مردم پاره هست یا که هستن کسانی که بعضیش میگن که ما ایمان آوردیم به الله و بالیوم الاخر و به روز آخر و ما هم بمؤمنین. در واقع ویها مؤمن نیستن. فهمیدید؟ در واقع ویها مؤمن نیستن. فانهم یقولون بالسنتهم ما لیس فی قلوبهم. چون که ویها به زبانشان میگویند چرا که در قلبشان نیست، یعنی در قلبشان نبودگی چیزه گفته ایستادند، در قلبشان دیگر چیز است. فاکذبهم الله سبحانه و تعالی ویها را چی گفت؟ گفت که دروغ میگویند. گفت به قول خود که و ما هم بمؤمنین. فهمیدید؟ و با اون ادعایی که در نوک زبانش میگه که من عقیده سلف قبول کردم، من سلفی هم میگه بعضی مدعی ها، من یعنی که اعتقاد اهل سنت و جماعت هستم، به زبان و یعنی که این مؤمنین نیستن. لان الايمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان. زیرا که ایمان حقیقی چیست؟ ایمان حقیقی آن ایمان را میگن که به هوای هم قلب و هم زبان موافقت کند. تواطأ یعنی ای توافق. فهمیدید؟ در کدام جایی که مثال گیریم قلب و زبان یک جایی باشه، انا همون چی میگوین؟ ایمان میگوین، ایمان حقیقی. و انما هذا مخادعه لله ولعباده المؤمنین. اینا چی میگوین؟ این فریب میگوین، برای نسبت الله فریب کردن میگن و نسبت بندگان مؤمنی الله چی فریب کردن. اینا به طور خودشون چیکار کردن؟ الله را و مؤمنها را، بندگان ایمان آوردی الله را چیکار میکنن؟ فریب کردن میگویند. والمخادعه ان یظهر المخادع لمن یخادعه شیئا. مخادعه معناش چیه؟ وقتی که یک فریبچی چیکار میکند؟ اظهار میکند برای یک کسی که فریبش کرده شده در یک چیز، در یک چیز فریبش کرده شده. و یبطن خلافه، اما در باطنش یا که گویم در قلبش خلاف وی رسم میکند، عکس هوی رسم میکند.
برای چی؟ لکی یتمکن من مقصوده ممن یخادع، تا اینکه به مقصد خیش رسد، مقصد خود را به دست آورد. گفته نسبت همون کسی که فریبش کرده است. اساسا معنای فریب چیه؟ فریب کردن به مقصد تو رسیدن است. مثال گیریم یک گندمی ویرون هم میگه که این گندمی تعریف همین اساسا میگود و فریفتنش هم میگودش کار میکند که به مقصد رسد. مقصدش چیه؟ همین فرو شده پولی شما را گرفت، جونش خلاص از این باری ویرونه. فهمیدید؟ اساسا معنای فریب همین است. فهؤلاء المنافقون، بس این منافق ها سلكوا مع الله و عباده هذا المسلك، انا همین منافق ها هم با الله و با بندگان الله انا همین راه را پی گرفتن. همین راهی که حاضر گفتم که اینا چیکار کردن؟ همین راه پی گرفتن. کار کنیم الله را فریب کنیم و به مقصد خیش رسیم، کار کنیم مؤمن ها را فریب کنیم و به مقصد خیش رسیم. فعاد خداعهم على انفسهم، صاحب تفسیر میفرماید که فریبشان به خودشان برگشت. فریبشان به خودشان برگشت. انسان فریب میکند که یک کس فایده کند گفته، اما اینها عکس، فریبشان به خودشان برگشت. و هذا من العجائب، این از جای این همین واقعا جای عجیبش است. فریب چی؟ حرکت و کوشش میکند که دیگه کسی فریب کرده به مقصد خیش رسد، اما عجایبش ببینید که اینها به خاطر آن که یا که به جای آن که انا به مقصد خیش رسند ضرر کردن. چرا؟ لأن المخادع اما ان ينتج خداعه و يحصل له مقصوده. یعنی شخصی فریبچی، فریبگر باید که فریب او به نتیجه بیاید و در نتیجه به مقصد خود برسد. آدم فریبچی باید که اقلا یعنی که یک نتیجه بخشد فریب او و یحصل له مقصود، به مقصد خیش رسد، همون باری ویرونش باید که گذراند. اقل یعنی اساسا اقل نه، اساسا باید همین مقصد دارد که بارش گذراند. او اسلام یا که اقلا تیج ماند. یعنی که مثلا یعنی دوتا همین شخصی فریبچی دوتا مقصد دارد. یا کار میکند که همین بارش تعریف کند، باری ویرونش تعریف کند و گذراند. فهمیدید؟ تعریف کردن میگیرد. یا که اقلا گذراندن هم که نتواند اگر هیچ کی نفهمد دروغ گفتنشه. فهمیدید؟ در حالت اول به مقصد خیش میرسد، در حالت دوم چی؟ تیج میمونه. هیچ کی نمیفهمه. مثلا میگه که راست حقیقتا فهمیدم، میگه یک کس باری تو حقیقتا باری با وصف و نقض بوده که والله من حاجت ندارم بخریدم، میگه همینجا تیج میمونه. لا له ولا عليه، یعنی لا له ولا عليه، اقلا نه فایده میکنه و نه ضرر میکنه، نه فایده میکنه نه ضرر میکنه. اساسا این فریب میگن. اکنون میفرماید شیخ و هؤلاء عاد خداعهم على انفسهم، اما این منافقها باشند فریبشان به خودشان برگشت. و كأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك انفسهم، این به مثال آن شده است که میکردگی کارشون کرده شدن، همچون مکر و حیله و نیرنگ برای هلاک خودشون کرده شده بودن. و اضرارها و کیدها، برای فریب و برای ضرر خودشان کرده شدن. چرا؟ لأن الله تعالی لا يتضرر بخداعهم شيئا. نگاه کنید، چونکه الله سبحانه و تعالی به فریب ویها ذره ضرر نمیبیند. تو یک کس فریب کردن ممکن تانی که و یک کس چی باشد؟ ضعیف باشد، بی فهم باشد، بی علم باشد، یعنی که مکر و حیله تو را نداند، اما الله را چخیل فریب میکنی؟ الله ذات هست که لا یتضرر بخداعهم، به فریب ویها به نیرنگ ویها ذره ضرر نمیبیند. و عباده المؤمنون لا یضرهم کیدهم شیئا، و بندگان مؤمن الله را هم ویها ضرر رسانده، یا که کید و حیله و نیرنگ ویها ذره ضرر نمیرساند. فلا یضر المؤمنین این اظهر المنافقون الایمان، یعنی اگر منافقها ایمانشون اظهار کنند، هم به اظهار کردن منافقها ایمان را مؤمنها به ضرر نمیرسد. فسلمت بذلك اموالهم و حقنت دماؤهم، و در نتیجه به سبب همین کار کردنشون مال ویها تنج میماند و خونشان از ریختن باز داشته می شود. و صار کیدهم فی نحورهم،
و حیله و نیرنگشون به مقابل خودشون می باشد. سارا کیدهم یعنی حیله و نیرنگشون یا که دامشون به مقابل خودشون می باشد. و حصل لهم بذلك الخزي والفضيحه في الدنيا و برایشان به سبب همین کار کردنشون روی میدهد خاری و ذلیلی و یا که بی‌مددی و شرمندگی و شرمساری در دنیا و الحزن المستمر و غمی بردوام به سبب ما يحصل للمؤمنین دائم و غمی بردوام دارن به سبب آن چیزی که برای مؤمن ها با فایده مؤمن ها روی میدهد من القوه و النصرت از روز میبینید که صف اهل سنت و جماعت زیاد میشه، قوتشون زیاد میشود، نصرت و پیروزیشون زیاد شدن میگیرن. هر قدر که یعنی که برای مؤمن ها قوه و نصرت و پیروزی زیاد شدن گیرد، این غمی مستمر میشد برای منافق ها. ثم فی الاخرة بعد از آن در روز آخرت لهم العذاب الالیم برایشان عذاب دردناک است، الموجع درد آور است، المفجع دهشت آور است، بسبب کذبهم و کفرهم و فجورهم. همین این یعنی که شکنجه و عذاب و یعنی شرمندگی و شرمساری به سبب دروغگویشون و کفرشون و بد رفتارشون. والحال انهم من جهلهم و حماقتهم لا يشعرون بذلك. حالا اینکه وایها از جهت جاهل بودنشان و احمق بودنشان اینا نمیدانند. لا يشعرون بذلك، نمیدونن که ما در دنیا شرمنده شده ایستادیم، گفتنشون نمیدونن و نمیدونن که در آخرت با از این هم شرمندگی برترش میبینن، اینا نمیدونن. و قول الله سبحانه و تعالی میفرماد که فی قلوبهم مرض، در قلبشون بیماری است. المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات. مراد از بیماری که در قلب منافق ها می باشد اینا بیماری شک میگن، یعنی اینها نسبت دین شک آورند و شبهه آورند. و نفاق و چه یعنی که بیماری نفاق است، درویگی است. و ذلك ان القلب يعرض له مرضان یخرجانه عن صحته و اعتداله. این خیلی هم گپی مهم است. این به اون خاطر است که اساساً به قلب دو نمودی بیماری پیش روبرو می شود. به قلب انسان دو نوع بیماری است که چی می شود، یعنی که روبرو می شود، پیشنهاد می شود برای قلب که در نتیجه این دو نمودی بیماری قلب از صحت می برارد که کسلش بیمارش می کند و از اعتدال یعنی که اعتدال می نتیجه یعنی که میانه، نه زیاد و نه کم، از اعتدال ویرونش می کند. همین دو نمودی بیماری. مرض الشبهات الباطله، بیماری شبهه های دروغ، و مرض الشهوات المردیه، و بیماری شهوات های هلاکت آور. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات. کفر، درویگی و شک و بدعت ها همه اینها از قطار یا که از جمله بیماری های شبهه ها می باشد. و زنا و محبت الفواحش و نسبت کارهای فحش محبت داشتن، و المعاصی و فعلها، فهمیدید کارهای معصیت انجام دادن، همه اینها از جمله چی من مرض الشهوات یعنی که بیماری شهوات ها می باشد. کما قال الله تعالی، شغلی که الله تعالی می فرماید فیطمع الذی فی قلبه مرض. نگاه نه فیطمع الذی فیطمع بارک الله نعم فیطمع الذی فی قلبه مرض. یعنی این درباره چی رفته شده است؟ یعنی باید که مثال گیریم زنها را مثال گیریم از پشت پرده گپ زده شود، زنهای پیغمبره، فهمیدید؟ یا که یک کسی یک خانی یک کسی اومد یک کسی پرسیدنی شود دیگر باید که زنها نبرایند یعنی حجاب گیرند. برای چی همین کار را الله سبحانه و تعالی میگوید؟ برای خاطر آن که مبادا همه میداند که مثال گیریم زنهای پیغمبر مادر مؤمنان هستند، مبادا اون کسی که در قلبش یک مرض دارد، بیماری دارد، هوا یگون نسبت مادرهای مؤمنها گمانی بد نکند گفته، یکی به شهوت نگاه نکند گفته. چیکار کنه الله سبحانه و تعالی با وجود زنهای پیغمبر مادرهای مؤمن بودن گفته ایستاده است که از پس پرده به اونها گپ زننده بیاد.
به خاطر چی؟ نصیحت میکنه از زنای پیغمبر الله تعالی میگه که فیطمع الذی فی قلبه مرض، مبادا یگون طمع نکنه در ویها، یکی دلش نرود بگویم کسی که در قلبش بیماری دارد و همون بیماری چیه؟ و هو شهوت الزنا، شهوت زنا دارد بعضی کس. والمعافی منعوفی من هذین المرضین، یعنی عافیتمند آن کسی رو میگن که از این دو نمود بیماری تنج و سلامت مانده است. اللهم ارزقنا. فحصل له اليقين والایمان، انا برای چنین کسی که از دو نمود بیماری خلاصی دارد، تنج و سلامت است، برای چنین کس یقین حاصل می شود، ایمان یعنی که حاصل می شود. و صبر عن کل معصیه، صبر از تمام معصیت برایش روی می دهد. فرفل فی اسباب العافیت، این مسئله عرب ها است، یعنی که این کس یعنی که در جامعه عافیت چی میکنه؟ افتخار کرده میگردد. در جامعه عافیت یعنی که در یک لباسی پاکیزه حیات بسر میگذارند، گویم هم خطا نمیکنیم. فهمیده؟ فرفل فی اسباب العافیت، بس در جامعه عافیت گویم چی؟ افتخار کرده حیات بسر میگذارند. و فی قوله عن المنافقین، و در قول الله سبحانه و تعالی در شأن منافقان میفرماید که فی قلوبهم مرض، در قلب این منافقان بیماری است، فزادهم الله مرضا، الله سبحانه و تعالی روز از روز بیماری و یارو چیکار میکند؟ افزایش میدهد. یعنی که از خاطر نبرد که مثلا گفتم دو نمود بیماری است در قلب منافقان، بیماری چی؟ شبهات و شهوات. کدام انسان رو بینید که اهل بدعت و اهل شک و یکی از گوشه‌های منافقه در او هستند. نشون بیان لحکمته تعالی فی تقدیر المعاصی علی العاصین. نگاه کنید این جلب الله سبحانه و تعالی بیان کرده استاد است حکمتش را، حکمتی الله را بینید در تقدیر کردن معصیت ها را بالای عاصی ها. یعنی یک کس کارهای معصیت میکند، کارهای معصیت میکند، چه خیلی کرده است که الله سبحانه و تعالی همین معصیت در تقدیر عاصی نوشته. فهمیدید؟ طاعت در تقدیری چی؟ طاعتگر نوشته. مثال به دیگه تعبیر گویم میگن یعنی زنا را در تقدیری زناکار نوشته، دزد در تقدیری دزد نوشته. هر یک چیز حکمت دارد. میگه در همینجا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یک بیان و روشنی آمده استاد است نسبت حکمت پروردگار او سبحانه و تعالی در مورد تقدیر کردنی یا که در تقدیر نوشتن معصیت را بالای عاصیان. و انه بسبب ذنوبهم السابقه، نگاه کنید این به سبب گناهان پیشینه شان می باشد. و انه بسبب ذنوبهم السابقه، پیش یک گناه داشتیان، برای همین یبتلیهم بالمعاصی اللاحقه، و اینها را الله سبحانه و تعالی امتحان میگیرد به معصیت های اکنون می آمدگی. یعنی اینها پیش بیماری داشتن، به سبب بیماری پیشینه شده و بیماری های آینده الله سبحانه و تعالی اینها را می سنجد. فهمیدید؟ منافقا اساسا در اصل بیماری داشته بودند، اکنون به معصیت های آینده لاحقه می آمدگی و یارو می سنجد که این معصیت های لاحقه یعنی که می آینده الموجبه لعقوباتها چی می باشد؟ همچون موجب یا که بگیم سبب عقوبتی به اینها می شود. به سبب همین یعنی که الله تعالی و یارو عذابشون میکند. کما قال الله تعالی، خیلی که الله تعالی میفرماید که ونقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره. دیدید ما قلب‌های وایها را و دیده‌های آنها را چپه میکنیم. یعنی که قلب چپه شد چی میشه؟ بیفهم میشه، احمق میشه. دیده که چپه شد چی میشه؟ کور میشه، حقیقتا نمیبینه. چه خیلی که وایها ایمان نه آورده بودن به الله اول مره. نگاه کنید اول مره، یعنی که وایها در اول که ایمان که نه آورده بودن، ما امروز اینا رو کار میکنیم که چشمشون چپه هست و قلبشون چپه است. یعنی از دیدن حق و از شنیدن حق و از درک کردن حقیقت. معلوم میشه که همین کسانی که معصیت میکردن اینا ما نمیدونیم که این آدمی خوب بود که میگیم این آدمی خوب بود چقدر زناکار شد، این یعنی که آدمی نقص بود چقدر منافق شد، میگیم که این ما نمیدونیم. الله سبحانه و تعالی در تقدیر میدونه که اول این بیماری داشته بود که وای ما دیده نمیتوانستیم. فهمیدید؟ برای خاطر همون شده الله سبحانه و تعالی به معصیت‌های آینده و یارا بو میسنجشون.
نه. و قال تعالی چخیلی که الله تعالی میفرماد که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی که وای خودشان زاغ و میل به طرف کفر بدعت و خرافات و شرک کردن، ازاغ الله قلوبهم، الله سبحانه و تعالی قلب وایها را چیکار کرد؟ مایل همون چیزی که خودشان خواستن کرد. معلوم میشه که اینا اول خودشان دوستداری کفر بودن، اینا در اول خودشان اینه که میل به بدعت و میل به خرافات و میل به شرکی داشتن، ازاغ الله قلوبهم. دیدید اول الله سبحانه و تعالی ذکر میکند که زاغو، خودشان همین خیلی میگود میل داشتن، بعد از میل وایها ازاغ الله قلوبهم، یعنی که قلب وایها را به طرف همون دوست داشته خودشان مایل گردانید الله تعالی. و قال تعالی، الله تعالی میفرماد و اما الذين في قلوبهم رجس، اما اون کسانی که در قلبشون ناپاکی های پلیدی هست، فزادتهم رجسا الى رجسهم. نگاه کنید الله سبحانه و تعالی به همون پلیدی خودشون با یک پلیدی دیگه چیکار میکنه؟ علاوه میکنه. آیات را اهمیت دادی ساده، یعنی پیش بوده همین رجس، همین پلیدی، همین بدعت، همین یعنی که خرافات، همین شرک بوده است، بر ضمن همین الله سبحانه و تعالی با یک چیز دیگه علاوهش میکنه برای ابتلاء اینا. او در بالا گفت که یبتلیهم بالمعاصی اللاحقه، فاما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا، فاما في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. این دیدن در کاره بفکرم في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا الى رجسهم، یعنی میگه برای بجای رجس چی بوده؟ مرض بوده. بارک الله فیکم. و اما الذين في قلوبهم مرض، اما اون کسانی که در قلبشون بیماری هست، فزادتهم رجسا الى رجسهم، یعنی که همون پلیده را با پلیدشون چیکار میکنن؟ زیاد میکنن. یعنی که مهم یعنی که بیماری بوده است، در برابر همون بیماری با بیماریش علاوه میکنن. فعقوبة المعصیه المعصیه بعدها، میگه شیخ، یعنی عقوبت معصیت چی میشه؟ بعد از وی می آمدگی معصیت، یعنی که همون معصیتی که دارد با دیگه معصیت الله تعالی به عذابش میکند. کما ان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها، چخیلی که ثواب حسنه بعد از وی چی میشه؟ با یا حسنه الله تعالی نصیب توفیقش میدهد، چیکار میکنه؟ یا حسنی دیگه به جا میارد. الله سبحانه و تعالی میفرماد که و یزید الله الذين اهتدوا هدى، الله سبحانه و تعالی با کسانی که اهتدوا هدایت یافتن یا که در راه راست هستن، یعنی هدایتشون زیاد میکنه، میافزاید. ای اذا نهی هؤلاء المنافقون عن الفساد في الارض، وقتی که این منافق ها را از فساد کردن در روی زمین منع کرده می شود، باز داشته می شود، و هو العمل بالكفر والمعاصی، یعنی در زمین فساد کردن از چه عبارت می باشد؟ یعنی کاری کفر به جا آوردن، کارهای معصیت کردن، و منه اظهار سرائر المؤمنین لعدوهم، از جمله کارهای فسادی در زمین از چه عبارت می باشد؟ سر و اسرار مؤمن ها را به دشمناشون برده اظهار کردن، و موالاتهم للکافرین، و با کافرها دوستی نزدیکی کردن. همین اینا در چی داخل میشن؟ الفساد فی الارض، فسادی در روی زمین. قالوا، در جواب میگفتن که وقتی میگفتن لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون. نگاه با چیکار میکنن؟ حصر کرده استاد خیلی ما یعنی صلاحکار هستیم، ما آباد کننده هستیم. فجمعوا بین العمل بالفساد فی الارض و اظهار انه ليس بافساد بل هو اصلاح، یک جای جمع کرده شدن، یعنی در برابر عمل کردن یعنی عملی فسادی کردن در زمین را و اظهار کردن اینکه این با یعنی فسادی نیست بلکه این اصلاح است، گفتن قلبا للحقائق، یعنی حقیقت چپه کردن. فهمیدید؟ این همچون چی میگن؟ قلبا للحقائق، حقیقت چپه کردن، عکس کردن. و جمعا بین فعل الباطل و اعتقاده حقا، و یک جای کرده شده، یعنی که انجام دادن کاری باطل را و اعتقادی اون را حق، یعنی کاری باطل کرده شده است، اعتقاد میکنه که این چه؟ حق است. و هؤلاء اعظم جنایه ممن يعمل بالمعاصی، جنایتی وایها از اون کسی که کاری معصیت میکند با وجود اعتقاد حرام داشتنش. فهمیدید؟ کاری وایها از روی جنایت سخت‌تره، چونکه وایها چیکار کرده شدن؟ و یا کاری معصیت کرده شدن و میدونن که این اجازته،
کاری ناحق میکنه میگه که این حق است. اما اون کسی که مثال گیریم میگه که یک کاری معصیت میکنه یکی میگه که میدونم حرامه ان شاء الله میگه خیر که حرامه چیکار کنیم حلالش میگه زنا میکنه میگه که مثال گیریم میدونم حرامه میگه عرق مینوشد میگه دونت که حرام است. فهذا اقرب للسلامه بس سلامت مانده این دویم نفر یعنی که چی نزدیکتره و ارجع لرجوعه امیدوارتر است به برگشتنش یعنی که احتمالی برگشتنی دارد. این فهمید احتمالی برگشتنی داره چون که این اعتقاد کرده است که میدانم که به نمازی نادرست میگوید لیکن نمیخواند همون نخواندنش معصیت است لیکن همین نخواندنش حلال ندانسته مستحیل نیست. ولما كان في قولهم انما نحن مصلحون وقتی که در قولشون چنین آمده است که ما هستیم صلاحکار حصر یا که حصر للاصلاح فی جانبهم یعنی گویا که خاص قرار داده ایستادن صلاحیت را در جانب خودش یعنی که در جانب ما از صلاحی گفته ایستادن هم خلاص و فی ضمنه ان المؤمنین و در ضمن این گپشون برمی آید که گویا که مؤمن ها لیسوا من اهل الاصلاح از اهل اصلاح نباشند. قلب الله عليهم دعواهم بقول الله سبحانه و تعالی بقول خودش به سخن خودش به مقابل وایها دعواشون چپه کرد و گفت یعنی عکس ویا رو گفت که الا انهم هم المفسدون آگاه باشید ایشون خودشون فسادکار هستند فانه لا اعظم افسادا ممن كفر بآیات الله در فسادی یگان کس فسادی بزرگ نکرده است نسبت یعنی که از اون شخصی که کافر به آیات الله باشد و صد عن سبیل الله یعنی از راه الله رو گردان باشد و خادع الله و اولیاءه و الله اولیاهای باید چیکار کند فریب کند و وال المحاربین لله و رسوله و چیکار کند دوستی کند با کسانی که با الله و پیغمبرش می جنگند و زعم مع هذا در برابر همین با گمان میکند که ان هذا اصلاح این چی میگن اصلاح این صلاح کاری میگن این درست کاری میگن فهل بعد هذا الفساد فساد آیا بعد از این ویرانی دیگه با ویرانی هست که اشدی نباشد از این ولكن لا يعلمون علما ينفعهم ولی اینها علم ندارن که به اونها سود بخشد و ان كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله گرچند که وایها یعنی که نسبت این میدانن یک علم را که این علم فقط به مقابل وایها همچون حجت الله برقرار میشه یعنی حجت به اونها آمدگی است که اما نمیفهمند که همین ضرر بدنشه و انما كان عمل في الارض افسادا یعنی عمل کردن در زمین گفته شده است فساد و انما كان العمل في الارض افسادا یعنی این کارشون این عملشون در روی زمین فسادی است لانه سبب لفساد ما على وجه الارض من الحبوب والثمار والاشجار والنبات یعنی برای چی این در این عملشون در روی زمین فسادی گفت زمین ویران میشه گفت الله تعالی خلاصه چون که این کارشان سبب فسادی آن چی هست که در بالای زمین دانه هست یعنی گندم ثمار میوه و درخت ها و گیاه ها یعنی از فسادی و ها از همین نعمت ها میمونه تو برای چی لما يحصل فيها من الآفات التي بسببها المعاصي برای خاطر اینکه در اینها آفات های میرسد که سبب این آفات ها چی میباشند معصیت ها معلوم است که اگر همون وقتشان میوه ها نمیشوند میوه ها ویران میشوند حاصل نمیشود همینا به سبب چی بوده معصیت اهلی همون کشور می باشد برای این باید که ملاها بسیار وقت یعنی که مردم تنبیه و چی به توحید و آگاهی‌اند و دیگر چیزها از کارهای معصیت بالخصوص کارهای شرکنده مردم دائم تنبیه کرده ایستند و این هم یک آبادی کشور می شود ولی ان الاصلاح فی الارض ان تعمر بطاعت الله والایمان به زیرا که اصلاح در زمین به چی می شود به آباد کردن زمین می شود اصلاح در زمین این زمین آباد کردن می شود زمین آباد می شود به طاعت الله و الایمان به در مد اول چی به طاعت الله می شود و ایمان آوردن به الله لهذا خلق الله الخلق برای همین الله سبحانه و تعالی خلق آفریده است برای طاعت خودش برای ایمان آوردن خیلی که میگه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و اسکنهم فیه و اسکنهم الارض برای خاطر همین است که الله سبحانه و تعالی برای یعنی خلق
در زمین مسکن داد، یعنی جای استقامت، جای زندگی داد. و ادر علیهم الارزاق، و برای همین است که الله سبحانه و تعالی به خلق خود چیکار کرد؟ نعمت یا که رزق روزی را فراوان بخشید. لیستعینوا بها علی طاعته و عبادته، تا اینکه از رزقهای الله گیرند همچون یاردم و طاعت الله و به عبادت الله حق سبحانه و تعالی. فاذا عمل فيها بضد، اگر خلق یا که اذا عمل فيها گویم، یا که مثال اگر در روی زمین ضد طاعت الله را انجام داده شود، ضد گفتی الله را به جای آورده شود، کان سعیا فیها بالفساد، این چی می شود؟ سعی در روی زمین به فسادی می شود. یعنی در زمین انسان سعی و حرکت و کوشش به ویرانی کرده ایستادگی می شود. و اخراجا لها عما خلقت له، چی؟ اخرابا، بله، این یک خرابی می شود نسبت زمین می شود. نباشد هم خیلی است. این همچون یک خرابی می شود نسبت زمین. اما خلقت له، از همون چیزی که به خاطر همان آفریده شده است. یعنی که زمین آفریده شده او خرابی، ویرونه، زمین ویران. زمین الله سبحانه و تعالی آفریده است برای خلقا که ان تعمر، باید که وی آبادش کنه به طاعت الله و به ایمان آوردن به الله. وقتی که وی عکس این کار کند چی می شود؟ اخرابا لها، زمین خراب کردن می شود، زمین ویران کردن می شود از همون چیزی که به خاطر همان آفریده شده است. زمین آفریده شده برای آباد کردن. هم خیلی است. دوم شد. در آیت 13 الله سبحانه و تعالی می فرماید: و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ای اذا قیل للمنافقین آمنوا كما آمن الناس، وقتی که برای منافقان میگویند که چنانه که مردم ایمان آوردن شما نیز ایمان بیاورید، ای که ایمان صحابه رضی الله عنهم، یعنی به مانند ایمان صحابگان رضی الله عنهم. و هو الایمان بالقلب واللسان، یعنی که ایمان آوردن با قلب و با زبان یک جایه. قالوا بزعمهم الباطل، با گمان باطلشان چنین گفتند: انؤمن كما آمن السفهاء، نه ما ایمان آوریم چنانه که ایمان آوردن بی خردان، بی عقلها، احمقها. گفتگی یعنون قبحهم الله الصحابه رضی الله عنهم، یعنی اینها صحابگان در نظر داشتن الله سبحانه و تعالی ایشان به قباحت رساند. یعنی که این منافقا رو دعا کرد شیخ، فهمیده؟ با موضوع اختلاط نکنید. یعنی شیخ میگوید که الله سبحانه و تعالی این منافقا رو به قباحت رساند، قبیحشون گرداند که اینها یعنی که یعنون الصحابه رضی الله عنهم، احمق گفته صحابه ها رو در نظر دارند. لزعمهم ان سفههم اوجب لهم الايمان، اینا گمان کردند که همین بیعقلشان است که باعث ایمان آوردنشان شده است، سبب ایمان آوردنشان شده است. و ترک الاوطان، اینا بیعقل هستند که همین بیعقلشان میگوید اینا را وادار کرده است که وطن خود را، جای تولد خود ترک کردند. و معادات الکفار، به کافرها دشمنی کردند و چی گندگی کردند. اما والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، دیدید عقل در نزد ویها ضد این را چیکار میکند؟ اختزا میکند. فنسبوهم الى السفه، صحابه ها را یا که مؤمن ها را به بیخیردی نسبت دادن. و فی ضمن ذلك انهم هم العقلاء ارباب الحجه والنهى، و در ضمن این برمی آید که یا که از سخن ویها فهمیده می شود که گویا که ویها خودشان یعنی که عقلا باشند، ارباب الحجه، نهى، حجه و نهى اینم عقل، صاحبان عقل و خرد همین ها باشند. فرد الله ذلك عليهم، این الله سبحانه و تعالی با اونها رد کرد، یعنی علیه ویها الله سبحانه و تعالی رد کرده. می فرماید: و اخبر انهم هم السفهاء على الحقیقه، الله سبحانه و تعالی خبردار میکند که بیخردان خودشان هستند از روی حقیقت. لان حقیقت السفه جهل الانسان بمصالح النفس، زیرا که اصلی یا که گم حقیقت بیعقلی از آن عبارت است که وقتی که انسان هر چی که به فایده خودش، به فایده تن و جانش می باشد جاهل، نمیداند چی فایده چی ضرره. و سعیه فیما یضرها، وقتی که انسان مثال گیریم جاهل، نمیداند که کدام سعی کند که در همون سعی ضرر نفسش باشد، اینا نمیداند.
و هذه الصفه منطبقه عليهم، از روی حقانیت بینه دیگر این صفت موافق به خود اونها است. منطبقه عليهم ای موافق به اونها می باشد. كما ان العقل والحجه معرفه الانسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه. خیلی که میگوید عقل و خرد از آن عبارت می باشد که انسان وقتی که میداند به خودش چی فایده هست و سعی و تلاش میکند نسبت آن چیزی که به خودش فایده میرساند و فی دفع ما یضره، سعی و تلاش میکند که دفع کند نیست کند چیزی که به او ضرر میرسانده باشد. و هذه الصفه منطبقه على الصحابه والمؤمنین، واقعا این صفت دوم یعنی موافق می آید فقط به صحابگان و به مؤمنهای واقعی. فالعبره بالاوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجرده والاقوال الفارغه. عبرت یا که اعتبار به صفت و حجت می باشد. یک کس گم میزند باید که یک صفت نقد کند، یک دلیل بیارد از قرآن و حدیث، فهمیدید؟ یک حجت داشتگی باشد، نه به دعواهای گویم چی تنها و نه به سخنهای پوچ یا که گویم فارغ و خالی. نه. و نیز می‌فرماید و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. هذا من قولهم بألسنتهم. این یعنی که قولی همون منافقا است که به زبان خود چنین گفتن، یک چیز را گفتن که لیس فی قلوبهم، در قلبشون نیست، یعنی در زبان چیزی را گفته شدن که در قلبشون نیست. و ذلك انهم اذا اجتمعوا بالمؤمنین، یعنی این کارشون از چی عبارت است؟ مثلا وایها وقتی که با مؤمن ها یک جای جمع میشوند اظهروا انهم على طریقتهم، اظهار میکنن که و یا بر راه مینا هستن، ما هم رنگ شما اهل سنت و جماعت میگویند. و انهم معهم، و یا یعنی همراه ویها میباشند. و اذا خلوا الى شیاطینهم، وقتی که به شیطانهای خود در خلوت میمانند، ای کبرائهم و رؤسائهم بالشر، و همون یعنی که کلانهای خود و راهبرهای خود یعنی راهبران خود در شر یک جایی میشوند، قالوا انا معكم فی الحقیقه، یعنی در حقیقت ما همراه شما هستیم. و انما نحن مستهزئون بالمؤمنین باظهارنا لهم، و ما فقط یعنی که استهزا میکنیم مؤمن ها را. اگر ما در سوال دید که همراه ما باشید، این کفرها میپرسن که همراه ما باشید بس چرا یعنی که در کارهای خیر و یا در خدایی و یا چی برفتید، در توی و در جنازی و بس چرا رفتید؟ میگیم که نحن مستهزئون، ما استهزا میکنیم. میگیم باظهارنا لهم، به سبب یعنی که برای ویها اظهار کردن ما، یعنی مسلمانی خود ما را هم که اظهار کرده ایستادیم برای ویها بس. نه ان علی طریقتهم، ما اظهار میکنیم که گویا که ما بر راه و روش ویها باشیم. فهذه حالهم الباطنه و الظاهره، انا من تورس میگو حال منافقا باطنا و ظاهرا انا من تور میباشد. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. شیخ میفرماید که یعنی مکر بد احاطه نمیکند مگر به صاحبی یا که به اهل خودش. هزار مکر میکنند، مکرشون باز هم برگشته خودشون چیکار میکند؟ گرد میکند یا که احاطه میکند، دوره میکند. لا یحیق و احاطه کردن. الله سبحانه و تعالی در آیه 15 میفرماید الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، یعنی الله سبحانه و تعالی به اونها استهزا میکند و ویها را در طغیان و ضلالتشان چیکار میکند؟ دراز سر میدهد که ایشان سرگردان میباشند. و هذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، این جزای برای ویها، جزای منافقا همین طور است، به خاطر مسخره کردنشان، ازمه کردنشان بندگان الله را. فمن استهزائه بهم، مثلا استهزای یعنی که الله سبحانه و تعالی الله را استهزا میکند که با ویها، این استهزای الله نسبت یعنی که مثال منافقا از چه عبارت میباشند؟ ان زین لهم ما كانوا فيه من الشقاء والاحوال الخبيثه، الله برایشان زینت دادن میگیرد اون کارهایی که ایشان در همان هستند، مثلا بدبختنده و احوال خبیث دارند، همون احوال خبیثشان، کارهای ناپاکشون الله تعالی زینت میدهد که حتی ظنوا انهم مع المؤمنین، گمان میکنند که و یا با همراه مؤمنان هستند که مؤمنان از خبردار نیستن خیالشون. نعم لما لم يسلط الله المؤمنین علیهم
به سبب چی الله سبحانه و تعالی مؤمن ها را به اونها چی مسلط و راهبر و یا که گیم سربلند قرار نداده است بوکی، یعنی الله تعالی مؤمن ها را آگاهی نداده است که احوال ما خبردار باشند. گفتم خیلی میگردن و من استهزائه بهم یوم القیامه و استهزای الله نسبت منافق ها در روز قیامت از این عبارت میباشد که ان یعطیهم مع المؤمنین نورا ظاهرا قطعی مؤمن ها چی نورشون میده. وقتی روز قیامت میشه بعد الله تعالی مؤمن ها رو نور میدهد که به همون نور چیکار کنن؟ راه رفتن گیرن. همون خلاص منافق ها هم میتین نور همراه مؤمن ها ظاهرا. فاذا مشى المؤمنون بنورهم وقتی که اکنون در مؤمن ها به نور خود راه رفتن میگیرن که طفیع نور المنافقین، نورشون چی میشد؟ خاموش میشود. و بقوا فی الظلمه بعد النور و میمانند در ظلمت در تاریکی بعد از نور. نگاه کنید، بعد از نور در تاریکی میمانند متحیرین، حیران مانده نمیدونن که کجا روند. فما اعظم اليأس بعد الطمع. چی میگه؟ ناامیدی سخت است بعد از طمع، یعنی انسان در دستش فنر داره باید تاریک میشه، یکی چراغ ها خاموش نه باید که این گران کند که طمع دارد که انشالله یکون جای خوف ندارم، میدونم پستی چیه و بلنده چیه گفته حال گران منم فقط چراغ مرد شد. همین خیلی که مؤمنان رفتن در دستش چی بود که چراغ بود، همراه مؤمنان دادن که برای مثال بگم یکی عبارش چراغ ها خاموش میشوند که مؤمنان راکی میشن با نور خودشون، اینا در تاریکی میمونن گران میکنن. نه همین میگوید که شیخ میفرماد که فما اعظم الیأس، چی ناامیدی بزرگی هست بعد از طمع. این طمع داشت که در دستش هست که ینادونهم الم نکن معکم، فریاد میکنه اپشت مؤمن ها ما قطعی شما نبودیم مگر؟ قالوا بلا، ها بودید همراه ما بودید در کارهای خیر در جنازه فرار میکردید بودید، ما کجا دونیم شما رو مؤمن گفتیم مسلمان گفتیم باور کردیم شما رو بودید. ولکنکم فتنتم انفسکم، ولی شما خودتون فریب کردید. و تربستم، شما چیکار کردید؟ قصد بد داشتید. تربستم، نگران بودید که چیکار کنیم خیل کنم که یعنی سر اسرار اینا رو گرفته به دیگرها رسونم، چیکار کنم که به اینا یک ضرر رسونم. ورتبتم، شما شکاور بودید. و قول الله سبحانه و تعالی میفرماد و یمدهم ای یزیدهم فی طغیانهم، و الله سبحانه و تعالی در طغیانشون ای فی فجورهم در معصیتشون در کفرشون الله سبحانه و تعالی ویاره زیاده میگرداند که یعمهون ای حائرون حیران میمونند، مترددون، متردد گفته شکاور میشوند نمیدونن در ناراحت میشن، متردد یعنی یک دم این طرف میبینن یک دم اون طرف میرن. و هذا من استهزائه تعالی بهم، این است یعنی که استهزای الله سبحانه و تعالی با منافق ها. بعد از آن در آیه 16 الله سبحانه و تعالی میفرماید که همین انشاءالله خوانده احتمال خاتمه میدیم، میفرماید که اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم هم خلاص. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم، بعد از آن الله سبحانه و تعالی یعنی از روی حقیقت یا که حقیقت حال و احوال وایها را کشف کرده میفرماد که اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ای اولئک ای المنافقون الموصوفون بتلك الصفات، یعنی این منافقایی که به این صفات‌های در بالا ذکر شده صفاتدار هستند، کسانی هستند که اشتروا الضلاله بالهدى، ضلالت با هدایت عوض کردند. ضلالت با هدایت یعنی هدایت دادن و ضلالت گرفتن. هم خلاصه یک چیزی گرانبها را دادن و یک چیزی پستی ناچیز گرفتن. حالا شیخ خیلی مثال زیبا میبره در پایان. فهمیدید؟ انسان یک چیزی قیمت بها که داد باید که از اون چیزی دادگیش یک چیزی خوبتر گیرد که با مبادا پگه فروشه دیگر از اون پولی پیشم زیادتر شود یا که اقلا برابر شود. هم خلاصه این تجارت خوب میگویند. اینها بالعکس ای رغبوا فی الضلاله، اینها رغبت و تلاش و کوشش کردن در کار ضلالت. رغبت المشتری فی السلعه، خیلی که همون یک مشتری یا که خرنده یک خریدار گویم در یک سلعت در یک مورد تجارتی چیکار میکنه؟ رغبت و طمع دار است. همون خیلی
همین مال تجارتی را مال تجارتی مثل تلفن یک چیزا میگود که رغبت داره که ما همین خرم میگویم. التي من رغبته فيها کی مثال گیریم به خاطری که در وی رغبت دارد، طمع دارد که من چی خال کنم، چی پول صرف کنم که همین چیزی زیبا را خرم میگوید. یبذل فيها الاموال النفیسه، به خاطر همین مال تجارتی را سلعه گفته مال تجارتی را میگویند. یعنی مال تجارتی مال است که وی میگیره با امیدوار است که پاگ معقول تونش هم میفروشید یا پول تون در کارش هم میفروشید. خب برای خاطری که در وی طمع دار است یبذل فيها الاموال النفیسه، مالهای گرانبها نفیس قیمت صرف میکند که هوای گیرم گفته. و هذا من احسن الامثله، شیخ میفرماید این از همه نکوترین زیباترین مثال است. فانه جعل الضلاله التي هي غایه الشر كالسلعه، الله سبحانه و تعالی در مثال گمراهی را که این از همه شری بد است، بینهای شر می باشد، به مانند یک سلعه قرار داده است. مثال آورده است سلعه یعنی مال تجارتی. و جعل الهدى، هدایت الله تعالی برای مثال آورده است الذي هو غایه الصلاح، هدایت این یعنی نقطه آخری آبادی است، نقطه آخری صلاحیت می باشد، به منزلت الثمن، به مانند چی؟ یک پول، پیسه. فبدل الهدى، اینها باشن چیکار کردن؟ هدایت یعنی پول قیمت بها را صرف کردن، رغبتا عنه فی الضلاله، یعنی دی رغبتا عن اومده است، این اهمیت ناز کرد، از او رو تافته میل در ضلالت کرده میشود. معناش فهمیدید؟ رغبتا فیه شود اگر طمع در او کرده میشود. اگر رغبتا عنه باشد اگر طمع خود را از او کنده، طمع در ضلالت کرده. یعنی از بحر به دیگه تعبیر به معنای همین لفظی خود ما بگیم اگر عمومی میگه یعنی که چی پروا نکرده، دریغ نداشته، چیکار کرد؟ نه صرف کرد. رغبتا فیها، در ضلالت رغبت کرده، طمع کرده. فهذه تجارتهم، تجارتشان انمین طور شد. شیخ میفرماید که فبئس التجاره، فبئس التجاره، چی تجارتی بده است. و هذه صفقتهم، انمین بود است میگو داد و گرفتی اونها. فبئست الصفقه، یعنی چی داد و گرفتی بده است. داد و گرفت همین طور میشه مگر. و اذا كان من يبذل دینارا فی مقابله درهم خاسرا، نگاه کن شیخ چی میگه. و اذا كان من يبذل دینارا فی مقابله درهم خاسرا فكيف من يبذل یا که من بذل جوهره و اخذ عنها درهم. وقتی که یک کس یک دینار در مقابل درهم دهد، وقتی که یک دینار کلان است کم کله درهم اندکه، وقتی که یک کس درهم در مقابل یا که دینار در مقابل درهم دهد، این خاصه این زیان است کم کله است. یا که بیام مثال گیریم یک کس $100 تیدو چیکار کند؟ یک سومی روسی بگون که این چه زیبا است، این فریب خورده هم خیلی است. وقتی که یک کس میگو $100 داده در مقابل 100 سومی 100 روبل روسی را گیرد، برای مثال بگیم همین همه میدونه که زیان است. بس چه خیلی میشود شخصی که میگو جوهر را، یک سنگ قیمت بها را میگو میدهه و میگیرد به عوض و یک درهمی که یگو ارزش ندارد. همینه. فكيف من بذل الهدى، با یک مثال دیگه میبرد. فكيف من بذل الهدى في مقابله الضلاله، پس چه خیلی میشد حال اون کسی که هدایت میدهد که نقطه آخرون صلاحیت سعادتمندی دنیا آخرت شخص میباشد در مقابل گمراهی که بدبختی این دنیا آخرتش میشد داده باشد، حال این چه خیلی میشود. واختار الشقاء على السعاده، شقاوت و بدبختی را به سعادتمندی چیکار کرد؟ اختیار کرد. و رغب فی سافل الامور، یعنی که طمع بست در کارهای پست، و ترک عالیها، چیزهای کارهایی که عالی همت و عالی درجه را ترک کرد. فما ربحت تجارتهم، یعنی که تجارت او یگون سود نبخشید، فایده نداد، بل خسر فیها اعظم خساره، بلکه ویها خیلی هم زیان بزرگ کردند. اولئک الذین خسروا انفسهم و اهلیهم،
یوم القیامه. اینها کسانی هستند که چیکار کردن؟ در جان خود زیان کردن، در خانواده خود زیان کردن در روز قیامت. یعنی اینها خودشون هم زیان دیدن و از پشت کثافتی و اینها یعنی اهل و عائلهشون و خویش و تبارشون در روز قیامت زیان دیدن. الا ذلك هو الخسران المبین. آگاه باشد واقعا یعنی که زیان روشن همین می باشد. یا انسان جان خودش هم هلاک کرده در دنیا آخرت و جان زن و فرزند و دیگه اقرباش. الله سبحانه و تعالی ما و شما نگه داشته باشه از چنین صفات‌های بد. و قوله و ما كانوا مهتدین، راهیاب هم نشدند، هدایت نیافتند. یعنی تحقیق للضلال، این تحقیق کرده شده است برای گمراهی و ها، یا که حقیقتاً در حقیقت یعنی ویا گمراه شدند، یعنی که ویا راهیاب نشدند. راهیاب که نشدند چی شدند؟ بعد گمراه شدند. و انهم لم يحصل لهم من الهدایه شیء، از هدایت برایشون یگون ذره برایشون روی نداد. فهذه اوصافهم القبیحه، انمی می باشد یعنی صفات های قباحت منافق ها. صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.